در پی خاموشی برق، تیم شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که به صورت آنلاین برگزار میشد کیشومات شد و به چخ رفت. با انتشار این خبر، برق سپاس از منتها علیه مردم خارج شده و در همین راستا مسئولین در صدد افزایش این خبرها برآمدند تا با افزایش برق سپاس از منتها علیه مردم دست به صادرات بزند. سخنگوی صنعت برق علت رفت آمد چندین باره برق در روز را افزایش صلوات و تقویت ایمان برشمرد و افزود برای اطلاع از خاموشی شهر یا منطقه خود به سامانه برق من مراجعه فرمایید. سخنگوی گاز، باد و آب نیز طی چشم و همچشمی سامانه برق، سامانه گاز من، باد من و آب من را راه اندازی کردند. در این گیر و واگیر قطع برق، هومن برق نورد نیز به دلیل نوردیدن برق دستگیر شد. در این راستا تماس تلفنی داریم با اداره برق. سلام، شما با اداره برق تماس گرفته اید. اگر برق دارید عدد 1، اگر دچار برق گرفتگی شده اید عدد 2، اگر لب خندان تو برق چشمان تو برده قرار از دل عاشق زار عدد 3، اگر دستگاه ماین دارید جهت فروش عدد 4 و برای ارتباط با اپراتور 3 بار بگین چیپ چت فراموش کنید و منتظر بمانید. اداره برق جون. سلام قربان، بفرمایید چرا برق قطع شد و رفت؟ مگه تا الان وصل بوده؟ الان وصله. کدوم منطقه این شما؟ ما منطقه 6. آقای برق منطقه 6 چه قطع نکردید؟ ببخشید آقا، این برق ما الان الو صدا در نیاد. صدا آقا من این بریم ایدی وقت بود نبودی غلام. اومدم بریم افزایش جمعیت بدیم. بریم آقا دیگه منم رفتم. برق براش دوم 3 2 1. شما آمدن دستگیرمون کنن. تقویت ایمان برشمرد و افزود برای اطلاع یه بار می‌برید. نه چیپس نه همون منتظر بمانید. سلام قربان، خسته نخوردید. خسته نفرمایید. تون میخونی. حالا تونش خوندنش در فاصله یه ذره ببینید. خب با توجه به قطع شدن مکرر برق، درهای مرکزی ساختمون بسته شده و خیلی از هموطنان ما توی آسانسور گیر افتادن و امیدواریم که زود. خدای من، بابی! تا بابی رو دارید، برق کم ندارید، برید کنار. ممنونیم ازت بابی، تو یه قهرمان ملی هستی. من میگیرمت. برید کنار. وای بابی، فوق‌العاده بود. میگفتی بابی، تو به عنوان یه متخصص توی زمینه تجهیزات کامپیوتری چه برندی رو واسه ما پیشنهاد میکنی؟ همیشه گفتم و میگم کینگ استار. خیلی خوب، باس برم. وای بابی میخواد پرواز کنه. نه، این سوپرمارکت یه خریدی دارم بعد فعلا. وای پیاده رفت. خدای من، اون بابی برقیه. بابی باز هم شگفتی ساز برای مردم نعمت و برای دشمنان بلا. بابی متخصص فیزیوتراپی. بابی برقی، سوپرمن ایرانی. بابی برق, the emergence of an Iranian superhero named بابی برقی. آ مثل آب، ب مثل بابی برقی. آفرین دختر خوب، اینم یه هدفون کینگ استار برای یه دختر با. ممنونم بابی. بابی برقی گفت به تمام روستاها و مناطق محروم برق میرسد. The return of a superhero again. این بابی دیگه خیلی داره قدرت میگیره. اگه همینطوری بخواد پیش بره، باید جول و پلاسمون رو جمع کنیم و از این کشور بریم. قربان قصه نخورید، فقط یه فرصت دیگه به من بدین. قول میدم سریعا درستش بکنم. قول میدم. حالا برو پی کاره. بله. الکتریک مادرز، خدا از برق من کم کنه، به قبرتون نور بباره. نانه بابا داشتی با مادرت حرف میزدی؟ آره بابا برقی. درست صحبت کن انترز. بابا این جزو کارمه دیگه، قشنگ نیست. حالا صدات هیچی با این هکل شورت که دیگه اصلا جزو کارمونه بابا. تمام ابرقهرمانا، سوپرمن، بتمن، همه از این شورت و شلوار معروفه. اصلا فن پیج داره.
حالا ولش کن، چرا شارژ تموم میشه؟ امروز انقدر تو شبکه‌های مجازی و تلویزیون از تو تعریف میکنن که من از ذوق برق سپاس از همه جان پری. ای بابا. آره بابا، ولی من نگرانم. نگران چی بابا؟ یک عمر به مردم گفتم تو مصرف برق صرفه‌جویی کنن، ولی به حرفم گوش نکردن که هیچ. مزارع بیت کوین زدن، صادرات برق کردن، مردمم که جدیدن همه چی به یه خراب شدی یا؟ آی شب بخیر. به یه چی؟ همیشه موقعی حساس قطع میشه. Good night fathers. Shut up my sons. درست وقت کن. اوکی. تا ندارید غم ندارید. کیه؟ اومدم. بابی چیه فنگل در شکونی؟ من که زنگ زدم نخور. نخور شوخی میکنی؟ نه کل برق شهر رفته؟ نه آره رفته. اجازه بدیم من نبضشونو بگیرم. مورد عجیبه، توی از اندکی جریان قضیه فاطمه تو بدنشون برق نیست. باتری به باتری نمیشه کرد. متاسفانه نفسشون به هم نمیخوره. اجازه بدیم. مای فاکینگ بابا. پیداش کردم تو ماتحتشون خوشبختانه اندازه دوام برق هست. ولی خب قدرت خودش از دست. بینندگان عزیز، همونطور که در جریان هستید بابی برقی قدرت خودش رو از دست داده. از زبون دکترشون هم شنیدیم. ما اینجا هستیم تا با جزئیات کار بیشتر آشنا بشیم. سروش مظلومی نژاد. آیا بابی تقلبی بود یا واقعی؟ بسیاری از شهرها و مناطق روستایی با کمبود برق مواجه مسئولین بابی را مشکل اصلی قطع برق می‌دانند. قطع برق مشکل اصلی بیمارستان‌ها و مشکلات بیماران در این مراکز بوده. برقی فینیشینگ. بابی گیری افتادیم. ببین چرا بابی من خیلی بیشتر از این برق داره. برقم که رفتم سر زور وقت نار و سر کار. برقم که رفتم تو وصلم کن برای آخرین بار. رفتم ولی تو بمان و پاور بانک تو نگه دار. برقم که رفتم نشد شبای تو نوری بگیرم. رفتم عزیزم نشدی قطعی و پایان بگیرم. بعد از من کاش بالاخره گیر افتادی بابی. یادت چطوری پدر ما رو سوزوندی و چقدر تو روزنامه شاخشونه میکشیدی؟ حالا ببین به چه روزی افتادی. اون از اون بابای زپرتیت، اینم از خودمون فهمید. خوش ذکر شما بی نظیره. کیف کردید قربان؟ سلام، من یکی از دوستای بابی هم. کسی که هر روزشو برای کمک به خواستم بگم بابی واقعا حالش بده. اگر الان بابی بیجونه افسرده است، اگر بابی از پا افتاده به خاطر ماست، به خاطر ما که حواسمون بهش نبوده. چرا باید از زمین خوردن قهرمانتون لذت ببرین و خوشحال بشین؟ حالا از خودتون پرسیدین که آینده که شما بزرگترا قراره برای ما پیشگاه بسازین چی قراره باشه؟ اصلا آینده هست؟ نمیدونم دارین حرفامو گوش میکنین یا سرتون مثل کپ کردین زیر. اما من به اندازه خودم تلاش خودمو میکنم. ازتون میخوام که به اندازه درست مصرف کنید. لطفاً اگر میشه شما هم برای بابی کاری کنید. لامپای پر مصرف، چراغای غیر ضروری. اگه ما به فکر خودمون نباشیم شک نکنید هیچ کسی به فکر ما نیست. یه مقاومتی داره. بابی چه اتفاقی میفته؟
گفتین پدرتون رو سوزوندن. خب پدرتون بهتون یاد نداره نباید با برق بازی کرد. بابی من صحبت حالا یه کاری میکنم در جریان قرار بگیری. مثلا میخوای چیکار کنی؟ چی؟ بازگشت دوباره یک عمل قهرمان. بابی برقی یکی یعنی که دستان پشت پرده را در جریان قرار داد. کشورهای غربی به دنبال بابی برقی. بابی با سلینا گومز ازدواج میکند یا ادل. بابی گفت تنها دختر ایرونی تحت کشکل. تو رو ببرم دورت بگردم عشقت دلمو گرفت ای بابا چشمات شبمو گرفت میدونم چه انتخابی کرده